این ادامه برنامه خوان ادب است که در ستایش مقدسات ملی ادامه دارد. واقعا بینندگان عزیز، یکی از شرط های این برنامه بیت برک است که در این بخش میخواهیم فاطمه و زهرا به صحنه آیند تا مهارت خود را در این بخش نشان داده باشند. مرحمت. اینجا یک بیت در ستایش پرچم ملی برای شما پیشنهاد میکنم و شما را میباید با حرف آخر این بیت برک را ادامه دهید. اینجا موضوع آزاد است و البته شما میتونید با هر بیتی بلند بیت برک را ادامه داده باشید. درفشی کاوه آهنگر ای پرچم ملی، نمادی اعتقاد و باوری ای پرچم ملی. حرف ای. این قافله عمر عجب میگذرد، نیکوست دمی که با طرب میگذرد. دلایاران سه نوعند ار تو دانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. این کوزه چو من عاشق زاره بوده است، در بند سر زلف نگاره بوده است. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است. توانگری به هنر است نه به مال، بزرگی به عقل است نه به سال. لیلی صفتان ز حال ما بخبرند، مجنون داند که حال مجنون چون است. تاجیکستان زنده بادا جشن استقلال تو، خوشدلی و خرمی آید به استقبال تو. عمر آدم را که می گویند یک دم بوده است، لیک بینم صحبت یاران همدم بوده است. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. زنان را گر ز دانش زیوری هست، امیدی روزگاری بهتری هست. تاج سری جمله هنرهاست علم، قلف کشای همه درهاست علم. معروف در جهانی سردار تاجیکانی، فرزند نیکنامی در عرصه جهانی. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هموطنی اویم او هموطنی ما بود. دو دانا را نباشد کین و پیکر، نه دانای سیت زد با سبکبار. اگر نادان به وحشت سخت بگوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دیگر با دل سر و کار ندارم، دیگر یار وفادار ندارم. من نمازم را به نامت میگذارم تاجیکی. افتخارم تاجیکی، دار و ندارم تاجیکی. علمت به عمل چو یار گردد، قدر تو یکی هزار گردد. دنیای امید و آرمانم وطن است، آسودگی و قرار جانم وطن است. تماشای تو را تنها سر بالا تواند کرد، فدایت من شجاعت آفری ای پرچم ملی. تشکر میگویم از زهرا و فاطمه که یک بیت برک خیلی زیبا گفتند و البته سپاس گذاریم. سبز و سرخ و سپید پرچم تاجیکان، زندگی و امید پرچم تاجیکان. بینندگان عزیز و ارجمند، چند لحظه در ستایش مقدسات ملی، به خصوص در ستایش پیشوای معظم ملت و همزمان در ستایش پرچم ملی شعرها و سخنها گفتیم. با اعضای تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملتی نزد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. با این مصرع‌های زیبای ابوالقاسم فردوسی برنامه نوبتی خوان ادب را حسن انجام می‌بخشیم. زیدبای پرمایه و پرنیان، بران گونه شد اختر کاویان. که اندر شبی تیره خورشید بود، جهان را از او دل پر امید بود. با امید آنکه پرچم ملی تاجیکان همیشه پرافشان باشد، برنامه نوبتی خوان ادب را حسن انجام می‌بخشیم. تا برنامه دیگر کامیاب و سرافراز و موفق باشید. خیر.